الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد المجاهدين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله مولانا العظیم. حضار محترم، مجاهدین عزتمند و بزرگوار، مهمانان گرامی، مسئولین و منصوبین امارت اسلامی افغانستان، خاصتا جناب وزیر صاحب تحصیلات عالی محترم شیخ الحدیث ندا محمد ندیم صاحب و تمام مهمانای گرامی که در مراسم امروزی ما که به خاطر فراغت عده از مجاهدین و تجلیل از مراسم فراغتشان اینجا حضور یافتند، قبل از همه تحفه سردار بشریت را با عنوان السلام علیکم و رحمت الله حضورتان تقدیم میکنم. افتخار میکنیم و خوشحال هستیم که امروز ما مراسمی را تجلیل میگیریم که در او عده از مجاهدین ما از تعلیمات نظامی، مسلکی و عقیدتی فارغ میشوند و اینک همون سند و تقدیرنامه فراغت خود را امروز طی مراسم خاصی به دست می آورند. عزیزان گرامی، این یک ضرورت مبرم است برای هر کشور که اون آمادگی نظامی و رزمی باید داشته باشد. آمادگی نظامی و رزمی اهمیت نهایت بزرگی دارد. به همین اساس است که الله رب العزت بندگانش را به آن امر میکند و میفرماید که و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. کدام کشوری که آمادگی رزمی نداشته باشد، نیروهای آماده مجهز و مسلح نداشته باشد، او از حملات دشمنان در امن نمی باشد. آمادگی رزمی، داشتن نیروی منظم و مجهز و مسلح، این جلوگیری از آغاز جنگ می شود در یک کشور. پس امارت اسلامی افغانستان از ابتدا تا به حال جهت تدریب دادن و نیروسازی دست به کار و دست به فعالیت بوده و همیشه تلاش کرده تا اینکه افغانستان را صاحب یک نیروی قدرتمند، صاحب یک اردوی اسلامی مجهز با سلاح‌های نظامی و با سلاح عقیدتی بسازد که تا این نیرو ظرفیت و توانمندی را داشته باشد که از افغانستان، از سرحدات افغانستان حراست و حفاظت بکند. الحمدلله و المنه، قسمی که ما مشاهده میکنیم در مدت بیشتر از 2 سال در این راستا پیشرفته های زیادی ما داشتیم. نیروهای امارت اسلامی افغانستان این امتحان دارند که اینها آماده هر نوع قربانی هستند. هر نوع قربانی، تکلیف، زحمت و مشکلات را تحمل کرده میتوانند و تحمل میکنند. اما این را که از طرف کسی دیگری حکم بگیرند، کشورشان اشغال باشه و کشورشان زیر سلطه دیگری باشد و اینجا یک نظام کامل اسلامی حاکم نباشد، این را هیچگاه برداشت کردن نمیتوانند. مبارزه، مقابله، جهاد و کوشش‌های 20 ساله ما در برابر بزرگترین قدرت دنیا، آمریکایی ها و متحدینشان، این را نشان داد که هر چیز را ما تحمل میکنیم، اما ای که کشورمان مورد تجاوز و تهاجم قرار بگیره، ای که کشورمان در اشغال قرار داشته باشه،
ما یک افغانستان آزاد و مستقل و افغانستانی که در اینجا حکومتش کاملا اسلامی نباشد ایره تحمل کرده نمیتوانیم و ایره در مدت 20 سال مبارزه ما به اثبات هم رسانیدیم. پس بناهن این که ما نیرو سازی میکنیم و برای از این تلاش میکنیم که ما یک نیرو و اردوی قوی و مجهز مسلح داشته باشیم که ظرفیت حراست و حفاظت و دفاع از وطن را داشته باشد. این به این معنا نیست که ما مردمای جنگجویی باشیم که همیشه جنگ بخواهیم، بلکه داشتن نیروی قوی و با ظرفیت عالی این جلوگیری از جنگ میکند که وطن ما که 4.5 دهه هست که درگیر جنگ است و با مشکلات های گوناگون مردم ما دست پر جنگ میکند. این نیروسازی به این معنا هست که ما افغانستان آزاد و مستقل داشته باشیم، هیچ کسی دیگر فکر اشغال وطن ما را در سرش نپروراند و هیچ کسی فکر ایره که یک نظامی که خودی از او ساخته باشند و به اینجا بیارند ایره در سرشان نداشته باشند و این فکر نداشته باشند که هیچ کسی دیگر که بار دیگر جنگ به این وطن ما بیارد. پس نیروسازی، هدف ما از نیروسازی جلوگیری از چیز است؟ از جنگ است. عزیزان گرامی، ما برای مردم افغانستان ایره اطمینان میدیم که حالا شما نیروی قوی، اردوی قوی و منظمی دارید که شب و روز در تلاش هستند که امنیت را در کشور شما تأمین بکنند و افغانستان را بار دیگه اجازه ندن کسی را که این کشور را به سوی جنگ ببره و اردوی قوی و منظمی داشته باشید که هدفش دارید که هدفش فقط دفاع از شما، تأمین امنیت شما و از این به بعد چنین اردویی نیست که بالای خانه های شما چاپه بزند و در شب طفل های شما را از خوابش چی بکند؟ بیدار بکند. و دنیا هم مجاهدین امارت اسلامی که قسمی که در 20 سال اینا امتحان خود را دادند اینا باید درک بکنند. اگر ای که دنیای مجاهدین ما را درک بکنه، امارت اسلامی افغانستان را درک بکنه، در شکی نیست که امنیت در افغانستان ای باعث تأمین امنیت در کشورهای همسایه و منطقه میگردد و یگانه او حکومتی که در افغانستان میتواند که امنیت به شکل درستش تأمین بکند او حکومت امارت اسلامی افغانستان هست. همان طوری که در 20 سال تجربه شد و این امتحان امارت اسلامی افغانستان داد، دنیا از این که بخواهد که حکمه های دیگری را بالای این ملت تحمیل بکنه، خواسته های خودش از سر این ملت و این مردم و این حکومت بقبولانه، از این باید خودداری بکنند که امارت اسلامی افغانستان یک حکومتی است که حکم هیچ اجنبی، خواسته هیچ اجنبی اینجا نمیچلد و او را هیچگاه چی نمیکند؟ قبول نمیکند. در زمان جهاد علیه آمریکایی ها و متحدینش بعد از اینکه مذاکرات با آمریکایی ها یک چیزی نتیجه داد و اونجا همو پیمانی ختم اشغال امضا شد، دیگه با سر و زده ها ای بود و برای از این هم تصمیم گرفته شد که گفتگوهای بین الافغانی شروع می شود. در اون وقت یک کسی از من سوال کرد که آیا این امکان دارد که امارت اسلامی افغانستان با نظامی که آمریکایی ها او را آوردند، یک نظام جمهوری، با این توافق بکنند و کنار بیایند، صلح به میان بیاید؟ در اون وقت من برش یک جواب گفتم که تا حال نه دنیا و نه این نظامی که غربی ها او را آوردند و اینجا بالای گرده های مردم افغانستان تحمیل کردند، اونها تا حال امارت اسلامی افغانستان را درست درک نکرده هستند. هر وقتی که این را درست درک کردند، او وقت جنگ از افغانستان دیگه خاتمه می یابد و ما یک افغانستانی آزاد و مستقل و دارای امنیت کامل می داشته باشیم. حالا در این مذاکرات و در این گفتگوها هنوز هم طوری که ما میشنویم، هم آمریکایی ها و هم پیمانان داخلیشان، یعنی نظام جمهوریت، به این فکر هستند که این 20 سال که ما در برابر از یا جنگ کردیم، قربانی دادیم،
شهید دادیم، بالای خانه های ما چاپه زده شد. هیچ خانه یک مجاهد نبود که یک بار بالای از او از طرف آمریکایی ها چاپه نیامده باشد و چاپه زده نشده باشد. خب اونا به این فکر هستند که این جنگی ما، این جهادی ما، این قربانی ما، این به خاطر عزیز که ما در افغانستان در قدرت سهیم باشیم و چوکی و منصب و قدرت به دست بیاریم، به این فکر هستند. پس حالا با ما مذاکره میکنند روی از این که ما قدرت با طالبان چی میکنیم؟ تقسیم میکنیم. این چنین نیست. این درک غلطی است که اینها از مجاهدین امارت اسلامی از امارت اسلامی کرده هستند. بلکه امارت اسلامی افغانستان جهادش، قربانیش به خاطر آزادسازی افغانستان از چنگال اشغالگرا، ختم اشغال و آوردن یک نظام کامل اسلامی است که در این تمام مردم افغانستان با امارت اسلامی افغانستان هم نوا و هم صداست، متحد هستند. چرا همه مردم ما مسلمان هستند، یک نظام اسلامی میخواهند و همه مردم افغانستان همان طوری که هر ابرقدرتی که اینجا آمد شکست خورد و این یک تجربه شده و این امتحان مردم افغانستان داده. همه مردم افغانستان این غرور و این غرور آزادی خواهی و آزادی را دارند. هیچ یکی از مردم افغانستان نمیخواهد که کشورشان زیر چی باشد؟ اشغال باشد. به همین اساس آنچه که خواست امارت اسلامی افغانستان است فقط داشتن یک افغانستان آزاد و مستقل و افغانستانی که در اینجا نظام اسلامی 100% چی باشد؟ حاکم باشد. او وقت است که اینجا دیگر کسایی که در امارت اسلامی تا حال قربانی دادند، جهاد کردند، هر لحظه آماده شهادت بودند، بعد از اینکه افغانستان از اشغال ختم شد، بعد از اینکه در اینجا یک نظامی کاملا و 100% نظام اسلامی حاکم شد، او وقت است که دیگه مسئله تقسیم قدرت یا نشستن به قدرت این چیزا مطرح نیست پیش مجاهدین امارت اسلامی و پیش ما این موضوع مطرح نیست. هر مجاهدی ما به همین فکر است و این فکر میکند حالا که الحمدلله اشغال ختم شد، اشغالگرا با خواری و ذلت از افغانستان فرار کردند، شکست خوردند و رفتند و حالا در افغانستان یک نظام کاملا اسلامی حکم فرما هست. افغانستان ما الحمدلله امروز از یک رهبریت که فرزند اصیل افغانی است از او چی میگیرد؟ حکم میگیرد و زیر یک پرچم سفید که مزین به کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله هست زندگی میکنند و ایفای چی میکنند؟ وظیفه و مسئولیت میکنند. پس در این حالت ما مجاهدینی که در زمان اشغال افغانستان علیه آمریکایی ها و علیه متحدین اونها، یعنی متحدین داخلی و خارجیشان، در جنگ و جهاد بودیم، حالا همون مفکوره‌ای که ما داشتیم و خواستی که ما داشتیم در افغانستان او حاکم است. افغانستان آزاد است، مستقل است، اشغال ختم شد، یک عسکری خارجی اینجا حضور ندارد و در افغانستان یک نظام کاملا اسلامی آمده است. پس او مفکوره ما اینجا چی شد؟ حاکم شد. ای که مفکوره ما حاکم شد، مسئله چوکی و منصب و قدرت و چیز دیگر هیچ چیز مطرح نیست. اگر ما یک عسکر هم باشیم، اگر ما یک ترافیک باشیم که برای ملت و مردممان در بازار و کوچه چی بکنیم؟ خدمت بکنیم، اگر ما یک فرد عادی باشیم در خانمان نشسته و باز هم به این فکر هستیم که ما حاکم افغانستان هستیم، چرا عمو مفکوره ما، فکریه ما امروز در افغانستان حاکم است و حکومت میکنه. پس به خاطر پاسداری و حفاظت و حراست از این نظام اسلامی، از این حکومت اسلامی، ما این را واجبه خود میدانیم. اگر در خانه نشسته باشیم، اگر یک عسکر باشیم، اگر یک مسئول باشیم، من حیث یک قدرتمند، نه من حیث یک کسی نه که بر اریکه قدرت تکیه زده باشیم، در منصب باشیم، در چوکی باشیم، بلکه من حیث یک فرد افغانستان، این که مفکوره ما اینجا حاکم است، ما این را واجبه خود میدانیم و برای خود واجب و لازم میدانیم که از این کشور، از این وطن و از این نظام ما چی بکنیم؟ پاسداری بکنیم. مجاهدین اردوی اسلامی افغانستان، پس شما هم این مفکوریه و این عقیده و فکریه را در ذهنتان جای بدهید و به همین خاطر از این نظامتان پاسداری بکنید. رهبری امارت اسلامی
به این متعهد هست که اردویی داشته باشد که این هم مجهز با تسلیحات نظامی باشد و هم مسلکی باشند و هم مجهز با سلاح عقیده باشند. اینها قسمی که جناب شیخ سب پیشتر یادآور شدند، حکومت قبلی یعنی نظامی که آمریکایی ها آورده بودند، اونها هم تعلیمات نظامی داشتند. از لحاظ تسلیحات اونها بسیار مجهز بودند. نسبت به ما و شما که در برابر ازواج جهاد میکردیم، اونها هر چیز داشتند. اما با دست خالی الله رب العزت نصرت کرد، ما و شما را در برابر ازواج پیروز شدیم و اونها رسوا و ذلیل شکست خوردند و رفتند از افغانستان. یگانه علتش این بود که اونها باید یک روحیه تربیت نشده بودند که هدفی از او یک هدف، یک عقیده، یک مفکوره باشد که اون مفکوره اسلامی باشد در کشور اسلامی، بلکه هر کدام از او به خاطر به دست آوردن چیزی از مادیات دنیوی اینجا در صف آمده بودند. و این ما باید بدانیم که ما اینجا که در صف آمدیم، در صف شامل شدیم، تعلیمات گرفتیم، امروز فارغ میشویم، هدف و مرام ما این است که چیزی از مادیات دنیا به دست بیاریم، بلکه هدف و مرام ما است که ما حفاظت و حراست از کشورمان بکنیم، کشوری که حکومتش الحمدلله و المنه امروز 100% حکومت چی است؟ حکومت اسلامی است. بیشتر از این وقتتان نمیگیرم، سخنهای خدا به پایان میرسانیم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.